کسی اگر سه چیز را از سه چیز جدا کند، روز قیامت بین من و بین وی جدایی است. از رحمت من این انسان محروم است. یکم شخصی که میگوید من فقط خدا را اطاعت میکنم، با پیغمبرهای او کاری ندارم، حالا که خداوند میگوید که هم اطاعت مرا کن، هم اطاعت پیغمبرهای مرا انجام بده. دوم کی است؟ کسی میگوید که نماز میخوانم، لیکن این مالی که در دست دارم، این مالی که در خزینه من جمع شده است، من از این زکات نمیتونم، حالا که پروردگار میگوید نماز تا بخوان و این دولتی که در دست داری از این دولت زکات بده. سوم طایفه که در روز قیامت از رحمت من دور است، آن کسانی هستند که در دنیا شکرانه مرا به جا آوردند، لیکن شکرانه پدر و مادرشان به جا نآوردند. به من تکیه کردند، عبادت در راه من کردند، لیکن زمانی که پدر و مادر از او راضی نبود، من عبادت های اینها را قبول نکردم.